سلام دوستای عزیزم، به فال یونیکورن خوش اومدین. امروز هم تفسیر شمع تراپی داریم. امیدوارم که این اطلاعات براتون مفید واقع بشه. برای تقویت چاکرای تاج از شمع سفید استفاده میکنم. شمع سفید معمولا نماد پاکی، صلح درونی و اتصال معنویه. تو این تصویر شکل موم طوریه که گویا از پایه‌ای زمینی چیزی در حال برخاستن و بالا رفتنه که با نیت چاکرای تاج که نماد اتصال به آگاهی الهی و وحدت همخونی جالبی داره. در اینجا دایره نمک رو میبینیم که مثل یه حلقه محافظ یا میدان انرژی دیده میشه. در مرکز موم لکه سیاه فتیله نشون دهنده هسته سوزش و رهایی انرژی قدیمیه. یعنی انرژی های بدی که داشتیم در حال از بین رفتنه. تو این تصویر من 2 سر میبینم. بذارین جلوتر بیارم که بهتون نشون بدم. خب این دایره کوچیک رو میبینین؟ این حلقه ای که درست شده. من این دایره رو سر یک زن میبینم. اینجا هم بدن و جسم یک زن هست که همراه با خودش لطافت زنانگی، عشق و مهر رو به همراه داره. و این قسمت هم یک سر دیگه میبینم، اما این موجود رو خیلی کمرنگ میبینم، به صورت یک شخص که خیلی کمرنگه. خب این 2 رو در حال آغوش میبینم. من این رو یک انرژی مردانه میبینم. احساس من به من میگه این یک انرژی مردانه است. ممکنه احساس شما یه چیز دیگه ای باشه. وقتی دورتر میبرم این انرژی خیلی محوه. میبینین نسبت به این تصویر خیلی محوتره. این زن با تمام لطافتش این انرژی مردانه رو در آغوش گرفته و در کنار خودش من یک فرشته یا یه پری میبینم که بالای سرش هست و در حال اوج گرفتنه. این دید منش. ممکنه که شما اصلا یک چیز دیگه ای ببینید. آغوش گرفتن این 2 فرد که یکیش واقعیه و یکی حالا شبیه روح یا همزاد یا همون فرشته نگهبانه، نشون دهنده اینه که این زن پذیرش بخشی از درون خودش رو که بهش کمتر توجه کرده و یا هنوز آشنایی باهاش نداره رو پذیرفته. و همینطور تصویر این زن در اینجا نشانه انرژی زنانه، مهر، پذیرش، حمایت، توانایی و عشق ورزیدن هست. خب این پری بالا سرش به چه معنیه؟ پری یا فرشته بالای سر هم میتونه نماد هدایت، حمایت معنوی و انرژی محافظ باشه. در کل این تصویر نماد قوی از حمایت، پذیرش، اتصال با بخش‌های درونی یا معنویه که نمایانگر آرامش و اهمیته. امیدوارم که این توضیحات براتون مفید واقع شده باشه. برای حمایت از من لایک و کامنت یادتون نره و با دوستانتون هم شیر کنید. مرسی. تا شمع تراپی دیگه. بدرود.